امیر واضح بگو، یعنی از نظر تو که به خاطر پیسهش نگی، به خاطر سامانش بگی یا؟ نه، سامان یک مرد ببین تو یک ذره که داشتگی هایش بگی، او که داره او را به خاطر داشته هایش نگیره آدم، او بر آدم نمیگیره. امیر واضح بگو، یعنی از نظر تو که به خاطر پیسهش نگی، به خاطر سامانش بگی یا؟ نه، سامان یک مرد ببین تو یک ذره که دور از مرد فاصله داشته، وقت با مرد آرسی میکنی تو در یک ماه از رابطه جنسی مرد سیر میشی، خسته میشی. یک ماه بعد رابطه جنسی مهم نیست، اون مرد برات محبت داده بتانه، اما تو از محبت سیر نمیشی. هرچی محبت بده بدنت، جسمت، روحت، روانت به محبت ضرورت داره، اما از رابطه جنسی با مرد افغان آرسی کنی میفهمیده 15 روز تو را دلت از میکدن بد میکنه، اقدر سیرت میکنه که دیگه هیچ نمیگه که میبخشی دیگه بان مرا خو کنم. به خاطر از این مردای ما واقعا از اون نظر در رسیدگی هیچ کمبودی نداره. آدم واقعیت بگه، نمیگه کج بشی راست گپ بزن. اگه من دروغ میگم تو بگو که این گپ دروغ است. والا نمیلیسن چی کنی که نمیلیسن؟ خیره او لیسیدن گپ نیست قربانه. با چرا لیسیدن مهم نیست؟ حالا یک کس خوشتره امیتر کنه یک دو شخ بزنه شر برد تو بجه میمانی اونجا که مانی کی تو رو تمام کنه؟ تو رو خلاص تو صبرش یاد میتی، تو نیست یاد بتی. هر چقدر یاد بیتی که نداره یاد بتی زن چه مردا که پرشه میگره نه تمامش نه جلکه گگ میگه جانب مقابل خانم که جلکه نگره تمام نشه خب مرد باید بلیستی. نه ببین تو من برات میگم وقت با یک کس ازدواج میکنی، زن زندگی است، مرد زندگی است، در رابطه جنسی بلد نیست. توی که یاد داری بر از زن بتی، منی که یاد دارم بر از مرد باید یاد بتم. تو که یادم بیتو میگی بیادر من والا از زیر ناف از نافت پایین میرم. اطلاعات خیره تو را مرد وادار بساز یک تعداد برش عشق محبت خودت یک حرکت کی کنه که وادار بساز سرش بگیریم کالش بگیریم تو دمقات پایش گیریم نه یا جان قربان تو کارایی را بکو که اون نکده، تو برو سرت ببر، تو لب از او را بگی، تو هر جای از او را بگی تا اون مرد یاد بگیره که لذت در کجا هست. وقتی یک جایگاه لذت یک مرد یک زن پیدا میکنه پس مردم میفهمه این زن خیلی قدر زحمت بر من میکشه، جاهایی را که از نظر شریعت تو بر از اون مردا حرام است. یک زن کنه مردم بلیسه. من روی از این موضوع بس نمیکنم البچینو جان. یا نه بلیسه با خودم من در فیلمای چکشی نمیدین شما فیلم نبان فیلم سعی کردم آموزنده بیچاره رضایت ندارم البچینو جان. البچینو من گفتم بیادر خیمام بکنیم از این بادگر قربانت شوم سعی که تو او فیلم است، او که هست معامله پول است، اما با زن آدم نمیتونه معامله پول کنه. ما چه معامله پول؟ ما بیادر زن میگیریم نان میتیم او میتیم بیادر خانه برش میخریم نمیمانیمش کار کنه کل گرنگیر سر خود ما میگیره. خب اینا معامله پول شده الپو بیا همی گیم ما را بزنیم این طرف ما 400 نفر است همی قصر همی هر کسی که دمو دست همی زورش دمو کمرش همی طرف در کس از زورش در کمرش. جزای امروز هایی که جزای امروز میزنیم مات میفهمی چی مانا؟ مات نی؟ مات یا میکنم یا بکو یا گو بخو یا گو میخورم یا پیرنت پاره میکنم یا پیرنم پاره کو یا میت قیچی میکنم یا بیادر این شنگ بروتم قیچی کو یا بیادر این جاکت قیچی میکنم توس میدن چیز داخرم خوب یک چدلکاری میکنم 1.5 ساعت 2 ساعت گیم میزنم اینجا که گفتار داشتی نداشتی جزا رو میری. من پاره کنم این جان من لچه سیچ تو میشه برو پاره کو بیار دیگه بپوش پاره کو بیار دیگه بپوش پاره کو دیگه بیا بپوش اول ایرخ پاره کنم تمام چیزم در میدان مبرایه نه یکی دیگه میپوشی می پاره میکنی خیلی او کارم میکنم نیست که تو دزیر لایدم پیش لایف بست آف تری میزنیم گوش که بست آف تری میزنیم بست آف تری میزنیم امی گیم اول امی بیا می اینمی پیرن آبی تا پالا که اینمی سبز ده نه سبز پاره نمیکنم ما یکی دیگه میپوشم پاره میکنم. چی؟ میارم ولی یک دیگه سبخ یک پیرن دیگه بپوشم. نه اینمی تا جانت که هست.
خب اینا لیر از جانم میکشم که دیگه رو میپوشم اون رو پاره میکنم که در جانم هستم و در لایف. من میخوام که میره پاره کنی. وی اولی پیرن من بر 80 دیرو خریدی میره و چطور پاره کنم؟ 80 دیره بیبی تا خریدی. کدام رفتی از دکانای دیلانی خریدی. دیگه عمر خراب نمیشه. چریتی شاپ سکن هند از دست دو اینجا خریده باشی. نه باور بیر 80 رو خریدیم صبر